توسط کورای داخلی شهر دوشنبه روز 8 فوریه سال 2024 از آشکار شدن یک تجلیل شوخی‌آمیز جشن زودروز در یک مکتب میانه در پایتخت تاجیکستان خبر داد. گفته می شود در اساس نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان میلیسیا یک گروه خوانندگان مکتب میانه رقم 127 نویه فردوسی به شعبه کورای داخلی این نویه دسترس کردند. ضمن سنجش معین کرده شد که نام بردگان خوانندگان صنف ده بوده سانه 27 ینور سال جاری در وقت تنفس در داخل صنفخانه به طور شوخی‌آمیز با مقصد تجلیل زودروز با استفاده از کوچ دوان همصنفشان نابالغ امرو خانزاده را محکم نموده با همین وسیله گویا او را تبرئه کردند. همزمان همصنفان امرو خانزاده این عمل خود را توسط تلفن موبیلی به نوار گرفته در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند که باعث واکنش‌های منفی شهروندان گردیده است. میلیسیا گفت وابسته به حالت مذکور نسبت آموزگار مسئول و والدان 6 نفر خوانندگان طبق طلبات ماده 90 کد حقوق ویرانکنی مأموری پروتکل ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به دادگاه ارسال کرده شد. به این والدان همچون جزا جریمه به مبلغ از 216 تا 360 سامانی تعدید میکند. در تاجیکستان طبق قانون تنظیم و رسم و عنعنه‌ها تجلیل زودروز تنها در حلقه عائله اجازه داده شده است. صاحب جشن حق ندارد زودروزش را حتی با دوستان یا همکاران خود جشن بگیرد.